وقتتون بخیر. در این آموزش قصد داریم که آموزش ورود به کلاس های مجازی وبسایت میکرو دانلود دات آر رو به سیستم عامل اندروید یا همون گوشی های اندرویدی توضیح بدم. ابتدای امر شما باید با برنامه کافه بازار رو دانلود کنید یا نصب داشته باشین. وارد برنامه بازار میشیم و اینجا در قسمت جستجو ما عبارت ادوب کانکت رو جستجو میکنیم. همونطور که میبینید در لیست جستجوهای ما پیدا شد. اولین گزینه هستش ادوب کانکت، روش کلیک میکنیم و روی گزینه نصب کلیک میکنیم. منتظر میمونیم که برنامه برای ما دانلود بشه و بتونیم از برنامه استفاده کنیم. خب برنامه در حال دانلود شدن هست. خب اینجا برنامه از ما میپرسه که من میخوام از طریق برنامه بازار یک برنامه ای رو به لیست اون برنامه‌ای توی گوشی شما افزوده کنم. ما برای این کار نیاز هست که وارد قسمت سیتینگ یا تنظیمات بشیم و اینجا نوشته مجاز هست و از این سورس یا به فارسیش اینجوری میشه allow from this source رو میزنیم، تیکش رو، و اینجا برگشت رو میزنیم. همونطور که میبینید این صفحه برای ما باز میشه. اگه گوشیاتون فارسی باشه میتونید این زیر با کلیک بر روی نصب این کار رو انجام بدین. اگه نه که مثل من انگلیسی باشه باید بر روی گزینه اینستال کلیک کنید و منتظر بمونید که برنامه براتون نصب بشه که بتونید به کلاس ها دسترسی داشته باشین. خب دوستان، آموزشی که من دارم ضبط میکنم بر این پایه ساخته شده که شما توی وبسایت میکرو دانلود ثبت نام کردین. هر شخصی که ثبت نام کنه توی وبسایت میکرو دانلود، ایمیلش رو ما توی کلاس افزوده میکنیم و نام خانوادگیش رو توی لیست دانشجوهایی که مرتبط با رشته خودش هست وارد میکنیم. خب برنامه برای ما باز شد. اینجا گزینه دان رو کلیک میکنیم. خب الان نیاز هست که ما بریم و به کلاسمون دسترسی داشته باشیم. برای این منظور نیاز هست که به وبسایت مراجعه کنیم. وارد مرورگرمون میشیم و اینجا گزینه های جستجو رو روی دوره های آنلاین یا میکرو دانلود دات آر کلیک میکنیم. منتظر میمونیم سایت برای ما باز بشه. خب همونطور که میبینید سایت باز شد و ما میتونیم با اسکرول بر روی بالا به لیست کلاس هایی که در حال اجرا هستند برسیم. اینجا یک لینک ورود هست دوستان که ما میتونیم با اون به کلاس هایی که در حال اجرا هستند وارد بشیم. ما روی لینک ورود کلیک میکنیم و منتظر میمونیم که برامون باز بشه. همونطور که میبینید اجازه بدید من از پنل خودم خارج بشم که بتونم برای شما نمایش بدم. خب همونطور که میبینید با اینجور صفحه شما مواجه میشین. نیاز هست که اینجا از اون ایمیلی که در قسمت ثبت نام وبسایت میکرو دانلود وارد کردین استفاده کنید. خب اینجا روی اون ایمیل قسمت ایمیل کلیک میکنیم. من ایمیل خودم رو پاک میکنم و به عنوان ایمیل تستی میخوام وارد بشم. خب ایمیلی که هستش برای بنده این هست. خب این ایمیل پسورد ورودی همه دانشجوهای عزیز 1 2 3 4 5 و 6 هستش. یعنی از 1 تا 6 پسورد تمامی هستش که میتونین اونو بعدا خودتون تغییر بدین. اینجا روی گزینه لاگین کلیک میکنین تا همچین صفحه‌ای براتون باز بشه. منتظر میمونید صفحه باز بشه. یکم زوم میکنیم صفحه رو. الان ببینید این کلاس تست اینجا که نیمشون نوشته در حال اجرا هستش. اسکرول میکنیم به سمت جلو و اینجا روی تست کلیک میکنیم. منتظر میمونید تا این صفحه برامون باز بشه. اینطور صفحه باز میشه و ما روی گزینه اوکی که قبول شرایط و قوانین هستش کلیک میکنیم. اوکی رو میزنیم.
اینجا میاد از ما میپرسه که آیا شما برنامه ادوب کانکت رو نصب کردین یا نه. اگه نصبش کرده باشیم خب اگه نصب نکرده باشیم از گزینه اول انتخاب میکنه که میری وارد فروشگاه میشه یا همون بازار یا گوگل پلی گوشیتون میشه و میتونید اون رو دوباره دانلودش کنید. ولی خب ما چون دانلودش کردیم میخوایم بهش دسترسی داشته باشیم و ما چون لاگین کردیم خیلی راحت اینجا اوپن ادوب کانکت موبایل رو کلیک میکنیم و منتظر میمونیم که برنامه برای ما باز بشه. همونطور که میبینید برنامه‌ای که ما نصب کردیم داره کار میکنه و داره اجرا میشه. اینجا میگه آی اکسپت رو میزنیم که قبول شرایط و قوانین هستش. منتظر میمونیم که برنامه به کلاس وصل بشه. خب همونطور که میبینید الان به کلاس تست ما برنامه وصل شد و شما میتونید از این استفاده کنید. دوستان یه سری نکات رو بگم خدمتتون. برای اینکه بتونید توی کلاس صحبت کنید یا بتونید با استاد صحبت کنید نیاز هست که از گزینه‌های بالا سمت راست اینجا هست این رو کلیک میکنید و رایز هند رو میزنید که دستتون رو بالا میگیره. اگه استاد قبول کرد که شما صحبت کنید شما میکروفون براتون فعال میشه. اجازه بدین من الان تاییدش بکنم. الان به صورت تستی من فعالش کردم. همونطور که میبینید علامت میکروفون بالای قسمت رایز هند براتون اومد یا دست بلند کردن. برای اینکه صدای شما توی کلاس پخش بشه نیاز هست که روی میکروفون کلیک کنید و هندز فری رو دوستان فراموش نکنید. برای اینکه پرفورمنس بهتری داشته باشه کلاس و صدای استاد رو واضح‌تر بشنوید سعی کنید از میکروفون استفاده کنید یا هندز فری یا حالا هر چیزی که خودتون دم دستتون هست. اینجا من وضوح صدا رو بالا میبرم یا همون ولوم رو و کانکت میکروفون رو میزنم. به محض این که من کانکت میکروفون رو بزنم صدای من توی کلاس پخش میشه. از من درخواست میکنه میگه من میتونم به میکروفون شما دسترسی داشته باشم. من گزینه ارو رو میزنم. همونطور که میبینید الان جلوی اسم بنده علامت میکروفون با صدای باز هست، یعنی صدای من داره توی کلاس پخش میشه و همه میتونن بشنون. اگر احیانا خواستین چیزی رو تایپ کنید و نمیخواستین شما چیزی رو توی کلاس بگین یا صداتون رو نمیخواستین کسی بشنوه کلا اینجا روی مجددا روی همون میکروفون کلیک میکنید و دیسکانکت رو میزنید. الان دیگه صدای شما پخش نمیشه توی کلاس و کسی نمیتونه صدای شما رو بشنوه. همونطور که میبینید آرم میکروفونم از جلوی اسم شما برداشته شد، یعنی شما صداتون پخش نمیشه. اگه خواستین چیزی رو بنویسین اینجا از وینوی سمت چپ روی چت کلیک میکنین و این پایین یک منو برای شما باز میشه. خیلی راحت. فقط دوستان یه نکته‌ای که هست شما نمیتونید فارسی سوایپ کنید چون برنامه با حروف یه ایرانی و یه عربی یکم مشکل داره. شما میتونید این رو خیلی راحت فینگلیش تایپ کنید و با زدن این گزینه پیام شما ارسال میشه. من الان سلامو ارسال کردم. دوستان اگه سوال درخواست یا چیز اشکالی بود توی ورود شما به کلاس میتونید از طریق گروه واتس اپ که توی وبسایتمون لینکش رو گذاشتیم وارد بشین و سوالاتتون رو بپرسین. اینجا اگه بیاد برامون خب گوگل کروم رو میزنیم و وارد وبسایتمون میشیم که من بهتون نشون بدم که گروه کجا هستش. ببینید اینجا اسکرول کنید و اگه دیده باشین نوشته گروه واتس اپ رفع اشکال، روش کلیک کنید وارد برنامه واتس اپتون میشه. یه لینک ورود به گروه واتس اپ هست. اونجا میتونید سوالات احتمالیتون رو بپرسین. ممنونم دوستان.